السلام و رحمت الله و برکاته. ممکن مرا گذشته شکلی چهل وقت بار شکر الحمدلله. خانگی ها همه خوب؟ سلامتی ها سوز؟ شکری الله. شما خوب؟ شکر. بختوار آزر من به تو یک چیز میگویم، با دقت گوش کن. از عمر تو 5 ساعت باقی مانده است. چی؟ آیا شما شوخی میکنم؟ نه من شوخی نمیکنم. من گفته ای سودم. از عمر من 5 ساعت باقی مانده است؟ میگویم که از عمر تو 5 ساعت باقی مانده است. اکنون تو استاد کجا؟ بختوار؟ بختوار سلام علیکم. بخش که کم تدبیر شده همون قرض ما چند سال مونده گیرده که قرض شده کم؟ یا چی شده باشه کاری کم بگفتیم بیار همه خرص پرداخته نیومدی یا چی شده باشه نمیدونم. السلام علیکم و رحمت الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. یا رب تو بندگان زیاد داری اما من جز تو رب ندارم. پروردگار هر گناهی کردیم خواه از روی دانایی و یا نادانی بود و درگاهت پوشیدن است. خدای جمله گناههای ما را مغفرت بکنی. پروردگار از رحمتت ناامید نیستم، ناامیدی خود کفر است. پروردگار ما را برای صراط المستقیم هدایت نمایی. پروردگار مرگی مرا مرگی آبرومندانه و جنت جاویدانه نصیبم بکنی. آمین یا رب العالمین. آفرین. احسن بختوار جان. برای چی خدر افکار می نمایی بختوار؟ استاد از وقتی که گفتیم 5 ساعت عمر تو باقی مانده است وقتم فرا رسیده است، دلم در هراس است. نه بختوار جان، من این رو گفتنی نبودم. میخواستم همراه تو امروز صحبت بکنم. خواستم به تو سوال دیم که اگر از عمر تو 5 ساعت باقی مانده باشد چه کارها را انجام میدهی؟ ولی تو شاگردی عزیز مرا تا با آخر گوش نکرده برآمده رفتی. این درس بود استاد؟ البته درس بود. شما با من چیزی را آموزاندید که هیچ وقت فراموش کردن نمیتوانستم. من این را جدی قبول کردم. باز یک چیز دیگر را فراموش نکن. مرگ همه وقت دنبال انسان میگردد و از مرگ انسانیت فقط الله با خبر است، دیگر جز کسی نمیدوند. برای همین همه وقت به مرگ آماده بودن لازم. ای شاگردی عزیز، رحمت استاد جون، سلامت باشی. این هم یکی از بهترین درس ها بود که هیچ وقت فراموش کردن نمیتوانم. و بگذار که این دعاهای تو، این مناجاتی که به درگاه الهی کردی مقبولی درگاه پروردگار باشد. آمین. الله